سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک از برنامه دیگه ما. امروز میخوایم یک حلوای آرد سوجی آماده کنیم. با ما همراه باشین تا آخر برنامه. دوستان تشکر از همراهیتون. دوستای عزیز، در اول روغن انداختیم، کم بوره میندازیم اندازه 4 قاشق غذاخوری تا بوره ما سرخ شود. دوستای عزیز، ما اینجا آرد سوجی داریم 1 کیلو. 800 گرم روغن میندازیم بدید ما و 800 گرم بوره برای یک حلوای 1 کیلویی لازم است. اول بوره را سرخ میکنیم. دوستای عزیز، کشمش داریم، کشمش سبز، کشمش سیاه. بادام از قبل آماده کردیم اینجا موندیم. دوستای عزیز، بادام ما از قبل آماده کردیم، پوستش گرفتیم. 5 دقیقه در آب جوش سر و جاق ماندیم، جوش خورده. باز بعدا آبش خالی کردیم، دوباره آبش سرد انداختیم. باز وقتی پوست کردیم پس داخل آب یخ انداختیم، به خاطر که رنگ بادام تغییر نکنه. دوستای عزیز، بوره آب شده، رنگش تغییر کرده. یک کم دیگه میمانیم. بوره دوستای عزیز، بوره که این پکانگک شد دیگه، زود کرده عاجل ما آرد اضافه میکنیم. وقتی آرد اضافه کنیم دوستای عزیز باید متوجه باشیم که زیر دیگ ما چی نشه. هر دقیقه باید شور بدیم. همینطور از 4 طرف دیگم شور بدیم. به بالای دیگ متوجه باشیم نسوزه زیر دیگ تا آرد یک نواخت زرد شود. دوستای عزیز، آرد سوجی در روغن میندازیم. نکته مهمیش که یک نواخت سرخ شود یا در روغن زرد شود. اگر که کسی نابلد است باید زیر دیگه پخش کنه. ما خود زیر دیگه بلند ماندیم، هم تو تستش رو میتیم. کسی که نابلدی کنه باید زیر دیگه پخش کنه که آرد سوجی زود نسوزه. دوستای عزیز، میبینیم که آرد سوجی ما به می اندازه سرخ شده بس است. آب جوش اضافه میکنیم. آب جوش آماده داریم. آب جوش چند مرحله اضافه میکنیم. این مرحله سربت است. یک بار شور میکنیم، باز آب جوش اضافه میکنیم.
دوستان عزیز وقتی که آب جوش اضافه میکنیم باید متوجه باشیم کم کم آب جوش اضافه کنیم. مثلا در مرحله 3 گلاس 2 گلاس اضافه کنیم. آب جوش زیاد نشه باز حلوا نرم میشه طبیعی. از بالای تیزم جمع میکنیم. به این مرحله بوره را اضافه میکنیم دوستان عزیز. بوره 800 گرم است. در آب جوش اضافه میکنیم دوستان عزیز. دوستان عزیز وقتی که بوره را اضافه میکنیم باز حلوای ما یک قسم خود نرم میکنه. باز اصلا نگران نشین. پس دوباره حلوا جور میشه رنگش و نرمیش. دوستان عزیز میبینیم که حلوا باز کم آب نیاز داره. این دانگکاش سفیدک مانده بسیار کم آب اضافه میکنیم. اندازه 1.5 گلاس که آب اضافه میکنیم دوستان عزیز باید آب جوش باشه. بازم شور میکنیم حلوا. عزیز میبینیم که آب انداختیم این دوباره جذب شد. دوستان عزیز در این مرحله کشمش اضافه میکنیم ما. کشمش دارم. بادام خلالی تایم اضافه میکنم. عزیز میبینیم که چیزی که اضافه کرده بودیم کشمش و بادام میکس شدم روی حلوا. 2 دقیقه شور دادیم روی حلوا و میبینیم که حلوای ما بسیار دانه دار. دقت هم قاشق که انتخاب کنی حلوا رو باید خب خود دانه دار نشان بده. حلوای ما آماده شده دوستان عزیز. حلوا رو بدم میمانیم. باید مقدار
که از قبل میده کرده که ما آماده کرده بودیم سر حلوا اضافه میکنیم. در وقت دمش، در وقت دم حلوا که ایلا اضافه کنی بسیار بوی خودش میگیره به خود. از زیرش هم پخش میمانیم دوستان عزیز. دوستان عزیز دیگ ما رو بدم میمانیم به مدت 15 دقیقه. زیرش هم پخش میمانیم. زیرش باید یک شعله بسیار کم بانیم تا این اندازه را. دوستان عزیز حلوا دم گرفته، زیرش خاموش میکنیم. ببینید بسیار عالی شده. دم که گرفته اینی تو یک حالت به خود میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز حلوا ما نظر کردیم به خاطر مولود شریف، از اون خاطر زیاد پخته کردیم. باز تقسیم میکنیم برام همسایه. دوستان عزیز ما سرش تزیین میکنیم.